میمون کاملا آماده است برای شرایط فضا. بیش از 1 سال هست که آموزش‌های مختلف، شرایط مختلف فضا با شبیه سازی هایی که ما بر روی زمین داشتیم اعمال شده و موجود به تدریج گام به گام به یک فضانورد تبدیل شده. نامردا، بازم که فامیل سالاری رو انداختین. خب خاندایی ما هم دوست داشت بره فضا. این موجود زنده که به لحاظ فیزیولوژی شباهت زیادی به انسان دارد، نمونه آزمایشگاهی بسیار مناسبی برای فرستادن انسان به فضاست. ایول به این همه پیشرفت. تا پارسال انتر میفرستادن نیویورک، امسال میمون میفرستن هوا. خوبیش اینه که واسه برگشتش کسی نباید کاری کنه، خودش میفته پایین بعد میرن دنبالش. عملیات جستجوی کپسول زیستی دقیق، حساس و پیچیده است. آیمون کسی یک کپسول حیاتی این طرفا نیده؟ هر کی پیداش کنه مژدگانی از خود عظما میگیره ها. آخرین باری که باهاشون در ارتباط بودین کی بود؟ چی گفتن به شما؟ چی گفتن؟ هیچی. سلام رسوندن به مقام عظما، گفتن الانه حال شما رو خوب میفهمیم که بدون کاوشگر هر شب با یه منقل ساده میرین تو فضا. اینم موجود زنده‌ای که به فضا پرتاب شد و سالم برگشت. دیگه من زبونم بند اومده، خودتون توضیح بدید. من انقدر خوشحالم که هیچ حرفی نمیتونم بزنم. همون بهتر که هیچ حرفی هم نزنی. البته خاندایی ما گفته این پروژه آزمایشی عظما بوده که بتونه دفعه بعد انترش رو بفرسته فضا و از شرش راحت شه.